بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، در صحبتی گذشته از کتاب عقیده طحاوی امام طحاوی، عاید توحید، شناختن الله سبحانه و تعالی و اینچنین شناسایی مختصر عاید پیغمبر علیه السلام شرح و معنا گفته بودیم و امروز در ابتدای درس به این دو مبحث کتاب عقیده طحاوی تعلیق میکنیم. بعد از آن انشاءالله درس را ادامه میدهیم. مصنف رحمت الله علیه بعد اینکه مقدمه کردند گفتند که نقول فی توحید الله، ما عقیده خود و عقیده علمای اسلام، عقیده اهل سنت و الجماعت، خاصتا عقیده امام ابو حنیفه و دو صاحبانشان قاضی ابو یوسف و محمد بن حسن را بیان کرده بودند که نقول فی توحید الله، ما عقیده توحید الله تعالی چنین میگوییم. توحید الله تعالی را در عبادت یگانه شماریدن و اصل در توحید این توحید الوهیت است و توحید ربوبیت این الله تعالی را در کارهایش یگانه اعتقاد کردن و این چنین توحید اسما و صفات، در نامها و صفتهایش الله تعالی را یکه و یگانه اعتقاد کردن است. و این سه توحید در سوره مریم آیت 65 در یک مورد در یک آیت جمع شده است. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا. رب السماوات یعنی الله تعالی پروردگار آسمان ها، والارض یعنی پروردگار زمین، و ما بینهما و آن مخلوقات و موجوداتی که در بین زمین و آسمان است، الله تعالی پروردگار آنها یعنی سازنده آنها، آفریدگار آنها، تربیت کننده آنها الله تعالی هست. این توحید ربوبیت است، یعنی الله تعالی در این کارها یگانه است، آسمان ها و زمین ها را صاحبش هست، خالقش است، خودش آفرید بدون مصلحت، بدون مشورت کسی، بدون یاری کسی، خودش تنها هفت قبض آسمان را و تمام مخلوقات و موجوداتی که در آسمان هست و زمین را هم هفت قبض و تمام مخلوقات و موجوداتی که در بالای زمین هست، همه این را آفرید. آن مخلوقات و موجوداتی که بین زمین و آسمان است اون را هم آفرید. این توحید ربوبیت است. فاعبده، پس الله تعالی را یگانه پرستش کن. مادامی که الله سبحانه و تعالی آسمان ها و زمین ها و این مخلوقات و موجوداتی که بین زمین و آسمان ها هست اینها را الله تعالی یگانه خودش آفریده باشه، پس او را یگانه عبادت کن. فاعبده، پس او را تنها پرستش کن. واصطبر لعبادته، و در عبادت الله تعالی صبر کن. برای چی صبر کن؟ برای آنکه مثلا به نماز بامداد خیستن مشقت است، صبر میخواهد. خواب شیرین هست، به نماز تهجد خیستن مشقت است، خواب شیرین هست. اصبر، صبر کن. واصطبر لعبادته، در عبادت الله تعالی صبر کن. این چون خودداری از گناه آسان نیست. انسان میخواهد در حالت غضب یا سخنی بد گوید یا حقارت کند یا دشنام دهد. واصطبر لعبادته،
در عبادت الله تعالی صبر کن. خودداری از گناه هم عبادت است. و این وقتی که به سری بنده مصیبت می بیاید، بنده وظیفه دار است که صبر کند و راضی شود. این هم عبادت است، چون که این تقدیر نیکی و بدی هست. فاعبده، پس او را یگانه پرستش کن. توحید الوهیت است. واستبر لعبادته، توحید الوهیت است. هل تعلم له سمیا، آیا به الله تعالی هم مثل ماننده را میدانی؟ یعنی استفهام این کار، یعنی نیست. به الله تعالی هم مثل مانند نیست. هل تعلم له سمیا، آیا کسی را میدونی که نامش الله باشد؟ یک معنای آیت. سمیا یعنی هم نام هم مثل. اینا علما رحمت الله علیه گفتن که این توحیدی اسما و صفات است. یعنی همین یک آیت سوره مریم آیت 65 سه نوع توحید را در بر گرفته است. ما در کتاب اصول اعتقاد خود آیت توحید در حاشیه آن صفحه 14 نقطه را از کتاب ها نقل کرده هستیم. بعضی ها میگویند که تقسیم شیخ الاسلام ابن تیمیه هست. یعنی توحید به سه قسم: توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات و توحید الوهیت. این تقسیمات شیخ الاسلام ابن تیمیه هست. این غلط است. برای چی این غلط است؟ چون پیشتر از شیخ الاسلام به این تقسیم امام مفسرین، امام طبری که این کس در سال 300 زندگی کردن، شیخ الاسلام در سال 661 تولد شدن، سال 728 از دنیا گذشتن. و این چون ابن منده اینا متقدم هستند، یعنی اینها در کتاباشون اشاره کردن. این چون این یک نقطه دیگر این است که بعضی ها توحید را به 4 قسم تقسیم کردند. چهارمین آن را توحید حاکمیت گفتند. یعنی توحید حاکمیت در حکم هم الله تعالی باید یگانه باشد. این الحکم الا لله. ولی توحید حاکمیت در ضمن توحید الوهیت و ربوبیت هست. توحید ربوبیت و الوهیت در بر گرفته است توحید حاکمیت را. بنابراین حاجت به 4 قسم تقسیم کردن نیست، بلکه بعض عالمان این تقسیم را انکار کردند. اصول اعتقاد صفحه 14.